دهندار آرزو یک نمیدونی دوست میداری دروغ نمیگویی مایلش باورم میکنم بله باورم میکنم مایلش دوست داریت را اثبات کن چکر اثبات کنم عزیزم برایم یک انگشتری قیمتبها خرد انگشتری؟ ها قدیمی باشد خدیمی؟ ها خدیمی رو از کجا دیدم؟ نباش رو دیدم نه ما در دست مادر دیده بودم یک انگشتری قدیمی همان رو برایم تحفه کن من این کار کردم نمیتونم این قدیم است این قدیم است از مادر کانالش با او میراث مونده است من آن رو میخواهم برایم آن رو تحفه میکنی یا نه اما عزیزم نمیتوانم دیگرش رو بگم چه نمیتوانم دیدی باز میگویی دوست میدارم دوست نمیدارم تو مرا دوست نمیداری بانو جان بانو دوستم مایلش خیلی حجم میره بگیری من با مادرم میفهمم انا باید مشتری رو اگر دوست شده میگیرم نه من با تو به هیچ کجا نمیروم چرا من نمیروم دوست میدارم من با تو نیم ساعت وقت میگیرم نیم ساعت نیم ساعت و در این نیم ساعت آن انگشتری رو برایم میاری سر شد مایلش من همینجا انتظار شد تا میبینه بیروریش را بچه جانم امروز تو اینقدر دیر کردی رفته دستان شوی خدا کنی گرسنه نیستم مادر جان چکن روزی در روز در خانه نمونی گرسنه نمونی اینقدر هیجان می‌نمودی و تو چی شد؟ یک چیز مادر جان امروز در دانشگاه همه کورسونم باید دیگر تحفه ها سپردن چه خیلی ناز چه خیلی تحفه هر گونه تحفه ها من هم خواستم تحفه بدم اما از من چه خیلی تحفه دوری تا انگشتری خواستم انگشتری خریده دختره که نامش چی؟ نامش بانو چه خیلی نامی زیبا نامی خوشلوی قسمتی بیرون بجوری ها پسره آخیر از من خواهش کرد که انگشترینی قدیمه باشد مادر جان قدیمه بله انگشتری شما قدیمه هستم قدیمه این انگشترین رو به من مادر کلانم و مادر کلانش تحفه دادگی یعنی که این میراث است میراثی از قدیم الایام موندگی این برای من بسیار مقدس است این نه شده نمیشود این از چین سال شد که از نمیگاه والله مادر جان مادر من بعدم رو اجرا کردم تو این انگشترین رو از دستی مادرت گرفتی؟ میدانی با من این انگشترین لازم نیست من تو رو سنجیدم و تو از این سنجش نگذشتی روی رو بانو مادر جان مادر جان مرا ببخشید